روح اغسل وجهي رو بلدم، میام اینو به مخاطب تبدیلش میکنم. تريد تروح تغسل وجهك، انتي ليش ما تغسلين وجهك؟ انتو وين تريدون تغسلون وجهكم؟ یعنی به محض این که بگم انتو، سر فعلم ت واو نون میذارم و سر کلمه کم میذارم. یادتون نره اینا با همدیگه ربط داره. حالا من این رو سوالی میکنم، لیش تریدین تغسلین وجهیچ؟ چرا میخوای صورتتو بشوری؟ وجهی وسخ، صورتم کثیفه. استوى قعدت من النوم، تازه از خواب بیدار شدم. بارکالله، آفرین، آقایون خیلی خوب دارن می‌نویسن، احسنت. ولی تبدیلات میخوام، نمیخوام فقط بذار قشنگ 59 بشه، نمیخوام فقط جواب بدین، میخوام صحبت کنید. نگاه اینجا میگه اروح العب ریاضه بالحديقه لحد الساعه 9. حالا من اینو